با جلسه سوم دوره 0 تا 1000 در خدمتتون هستم. جلسه قبلی تا انتهای قانون 60-40 رو با هم دیگه اومدیم و این جلسه میخوایم که یک مقداری قوانین روانشناسی رو بس بدیم و برسیم به بحث پلن معاملاتی که جلسه قبلی خدمتتون اشاره‌ای کردیم. قانون 60-40 پس فهمیدیم که بر اساس بهترین سیستم ها و استراتژی های معاملاتی هم اگر که تریدر در بازار پوزیشنی رو باز بکنه فقط 60% احتمال برنده شدن داره و 40% احتمال باخت در مارکت وجود داره. چیزی که ازتون میخوام حتما و قطعا این داستان رو قبول بکنین و وقتی که استاپ لاس میخورین این حجمه رو به سمت خودتون نیارین که آقا من بلد نبودم، من نمیدونستم، اشتباه از من بود. نه، اینجا هیچ خطا و اشتباهی وجود نداره، نه اشکال از استراتژی، نه اشکال از شما هست، اشکال از ماهیت بازاره و استاپ لاس و ضرر بخشی از این مارکت هستن. اتفاقی که بعد از خوردن استاپ لاس در بازار میفته تبعات سنگینی برای تریدر داره و اون تبعات سنگین به جهت یک جمله‌ای هست به نام ظرف معامله‌گری که جلوتر بهش اشاره خواهم کرد. وارد جزئیات بحث پلن مکتوب معاملاتی میخوام بشم همین اول، چون تمامی مباحثی که ما میخوایم بگیم در مورد پلن معاملاتی است. پلن مکتوب معاملاتی بچه یک چیزیه که همون قل و زنجیر معامله‌گره، همون اصول و مبانی هستش که تریدر باید بر اساسش معامله بکنه. تجربه‌ای که من توی این سالها کسب کردم، اگر تریدر بدون برنامه، بدون چارچوب، بدون قل و زنجیر، بدون رئیس، بدون آقا بالا سر وارد این بازار بشه، قطعاً بی برو برگرد حسابش رو از دست میده. برای اینکه این اتفاق براتون نیفته باید یک آیین‌نامه‌ای داشته باشین و تمامی معاملاتتون رو بر اساس اون آیین‌نامه پیش ببرین. بگید که آقا اینجا اینه میخرم، اینجا اینه میفروشم، اینجا این شد معامله نمیکنم، اینجا این شد معامله میکنم، اینجا حجم اضافه میکنم، اینجا استاپمو به این شکل میذارم، اینجا سیستم خروجم رو اینجوری کنترل میکنم. همه اینها باید مکتوب بشن. چرا باید مکتوب بشن؟ چرا پلن مکتوب معاملاتی؟ یک جمله‌ای رو میخوام بهت بگم، حسابی حواست بهش باشه. اگر پلن مکتوب معاملاتی ننویسی از همین جلسه محکوم به شکستی، محکوم به از دست دادن حساب معاملاتی هستی. چرا این رو میگم؟ دلیلش مشخصه. شما اومدین تصور بکنین یک تریدری رو که خسته کوفته ساعت 2-3 از سر کارش برگشته، توی تابستون هم هست، ظهر، گرما، ترافیک، فشار اقتصادی، اخبار رو باز میکنید، قیمت دلار، دروغ‌هایی که وجود داره، تهمت‌ها و خیانت‌هایی که احتمالاً اتفاق افتاده، با احتمالاً خانواده هم فلانی هم دوستم یه ذره بگو مگو داشته، با رئیسش توی اداره به چه شکل رفته و هزار تا عامل دیگه‌ای که میتونن حال شما رو از این زندگی به هم بزنن و غالب، شاید نگم غالب، بالاخره روزهایی داریم که به این شکل میگذره، روزهایی هم داریم که خوب هستن و روزهایی هم داریم که میانه هستن. عواملی رو گفتم که میتونه تأثیر بذاره روی ذهن یک انسان. این فرض رو این چیزا رو در نظر بگیر. ساعت 2-3 رسیده خونه، یه ذره استراحت کرده، میخواد بیاد پای چارت و معامله بکنه. شینه نگاه میکنه، میگه اوکی، قیمت اینجا به فرض رسیده به این سطح، میخوام از اینجا معامله سل بگیرم. به فرض اینجا در جهت ترنده، در جهت اساس پاوره، بر اساس اسمارت، تایید مثلا دایورجنس دارم در مارکت، تایید کندل پرایس دارم و اینجا یه ورودی رو میزنم. لحظه ای که معامله‌گر وارد یک پوزیشن میشه، من بهت میگم انتظار داره توی 5 دقیقه 10 دقیقه معاملهش به سود برسه. من به عنوان کسی که 11 سال شغلمینه بهت میگم هیچگاه این اتفاق برای تریدر نمیفته. یعنی در اغلب معاملات، مخصوصا بچه‌ای که آماتور هستند، 1-2 سال اول معامله گریشون هستن، احتمالاً تریدر برای یک پوزیشن 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت زمان از دست بده، زمان بذاره.
و مارکت میکر توی این 1-2 ساعت قراره حسابی از خجالتت در بیاد. میخوام بهت بگم خسته و کوفته و با 1000 تا مشکل مصیبت اومدی نشستی پشت این سیستم، میخوای چند دلار پول به دست بیاری، یه پوزیشن گرفتی بر اساس استراتژی آقای فلانی، میگی میخوام درسته دیگه همه چیز، میزنی 5 دقیقه میگذره، 10 دقیقه میگذره، 15 دیگه ظرفیتت به لحاظ زمانی انقدر آروم آروم کلافه میشه. حالا بعد 1 ساعت میاد این استاپ تو میزنه. حالا کار جایی بیخ پیدا میکنه که بعد اینکه استاپ تو میزنه برمیگرده در جهت معاملات حرکت میکنه به سمت تارگت حرکت. حالا من نه شما نمیگردی این بازار انتقام بگیری، نمیگردی حجم تو 2 برابر بکنی، نمیگردی وقتی معامله میزنی استاپ نذاری. قطعا این کار رو خواهی کرد. اصلا این بازار چیده شده که شما این کار رو انجام بدین. این بازار چیده شده که شما این خطا رو بکنی که پولتو ازت بگیره. پس چیزی که میخوام بهت بگم اینه، 100 تو نه 1000 تو میخوام پایین چارت. خسته ای، روانت اوکی نیست، دعوا کردی، نمیدونم اوضاع مالی اوکی نبوده، بحثی شده، اصلا همینجوری حوصله نداری، پای چارت نشین، پولتو از دست میدی. همون روز پولتو از دست میدی. 1000 تو میخوام پای این سیستم. پس جمله اولی که برای پلن مکتوب معاملاتیت باید بنویسی 1000م و پشت سیستم میذارم، سرحال، قوراق، خوشحال. چون اون ور اون سیستم یه سریا نشستن که پول تو بگیرن. چون اون ور سیستم اینجا میدون جنگه، اینجا بازی شطرنجه. نمیتونی بر اساس 4 تا خط و خطوط معامله پول بگیری، نمیتونی بر اساس 4 تا چرت و پرت کسب درآمد داشته باشی. ما اینجا کسب درآمد دلاری نداریم، از دست دادن درآمد خواهیم داشت. از دست رفتن پول هاتون رو شما به چشمه به عینه خواهیم دید. جلسه قبلی گفتم 95% میان با ضررهای کوچیک و بزرگ از این بازار خارج میشن. جمله اولی که پس توی پلن مکتوبت مینویسی اینه که خدمتت عرض کردم. نکته بعدی که میخوام در مورد پلن بهت بگم، چرا پلن رو باید داشته باشم؟ چون پلن رو داشته باشی، صفحه اولش رو نگاه بکنی، میگه که آقا اگه حوصله نداری، دعوا کردی، درگیری داری، 100 تا نیست 1000 تا نداری، معامله نزن. کار دارم باشم. نکته بعدی که در پلن مکتوب معاملاتی باید مد نظر داشته باشی، تایم معامله. جلسه قبلی در مورد دیسیپلین و انضباط کاری صحبت کردم، در مورد زمان خوابیدن و بلند شدن صحبت کردم. اینا به من ربطی نداره، در مورد لایف استایل بود. این جلسه چیزی که به من ارتباط داره تایم کاری شما هست. شما رو ما جلسه قبلی رئیس بیزینس کردیم. شما به عنوان رئیس بیزینس خودت که رئیس خودتی، کارمند خودتی، باید یک تایم کاری رو برای کارمندت مشخص بکنی. ابتدای هفته ما میشه روز یک شنبه. ما از دوشنبه تا جمعه قرار معامله بکنیم. شنبه رو مطلق تعطیلیم، هیچ کاری انجام نمیدیم، فقط تفریح. حق نداری به بازار نگاه بکنی. یک شنبه روز برنامه نویسی و پلن ما هست. روز یک شنبه میشینی آقا برنامه هفته تو بنویسی. میگی آقا من دوشنبه تا جمعه قراره کار بکنم. دوشنبه تا جمعه کدوم ساعت ها قراره کار بکنم؟ آقا من دوشنبه مثلا صبح کار دارم، ظهر فلان جام، از خالیم از ساعت مثلا 4 تا 8. اوکی. سه شنبه از کار دارم، صبح خالیم از ساعت به فرض 8 تا 12. چهارشنبه کلا مهمونیم. پنجشنبه از ساعت مثلا صبح 2 ساعت وقت دارم، عصرم 2 ساعت وقت دارم. جمعه فلان ساعت تا فلان ساعت. روز یک شنبه ساعتهای کاری خودت رو دقیق می نویسی.
از آسمون سنگ بباره سر اون ساعت، متعهد باید باشی به ساعتت و پای سیستم باشی. مارکت پوزیشن بده نده باید پشت سیستم باشی. حتی اگه حالم نداشته باشی باید پشت سیستم باشی. پشت سیستم باش، معامله نکن. پشت سیستم باش، یاد بگیر، ویدیو ببین، سرچ بکن. جلوتر خواهم گفت بک تست بگیر، فوروارد تست بگیر، پلنت رو بهینه بکن. نه بحثایی که جلوتر توضیح میدم و دوستان نگران نباش. پس ساعت تایم معامله رو مشخص میکنی. ابتدای هفته، روز یک شنبه، 5 روزی که قرار معامله بکنم. آقا من روز چهارشنبه قرار بود فلانجا برم، کنسل شد نرفتم، میخوام بیام معامله بکنم. حق نداری. حق نداری. چرا میگم حق نداری؟ برای این میگم حق نداری که دوستمون تو مغازه نشسته، مشتری میاد یه دونه لباسشویی مثلا اینجا میخواد بفروشه، اینجا هم روی طلای معامله باز کرده، یکی میاد میره با اون صحبت میکنه، حساب رفت. ما سود شانسی نداریم دوست از اینجا. فکر نکن بری اونجا برگردی قرار اینجا 50% سود بکنی. در سال یک بار اتفاق میفته. در 11 سال من 1-2 بار این اتفاق افتاده. سود شانسی نداریم. ضرر شانسی تا دلت بخواد داریم. شانسی چیزی نداریم اینجا ول کنی به امون خدا. همه چی باید بر حساب کتاب باشه. پس طبق ساعت مشخص میکنی و فقط در اون ساعت مشخص پای چارت هستی و معامله میکنی. نکته بعدی فکر کنم سومیه که در مورد پلن داریم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. حواستو 6 دنگ جمع کن. تعیین ظرف معامله گری. ببینید بچه‌ها، من دارم خیلی نزدیک و سهمی دارم باتون پیش میرم و این نکات رو باید با جان و دل بپذیریم و اینا شاکله روانی شما هست. ایناست که در سر بزنگاه قرار به کارتون بیاد. یک دونش از قلم بیفته حساب رو از دست خواهید داد. میگم اینجا حواستو جمع کن. ما در بازار مالی حفظ اکانت نداریم. ما در بازار مالی اینجا بیزینس کاربندی نیست بگیم میام اینجا $1000 میذارم در ماه $50 $100 $200 در میارم. همچین چیزی نداریم. همچین چیزی تعیین نکن. همچین وهم‌هایی رو توی سرت رشد نده. ما یک ماه شاید 20% سود بکنیم، یک ماه 20% ضرر بدیم، یک ماه 50% سود بکنیم، یک ماه 10% ضرر بکنیم. نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه: تریدر اگر بر اصول پایبند باشه سودده. تریدر اگر بر اصول پایبند نباشه قطعاً من تنها جاییه که با قطعیت صحبت میکنم. در بازار مالی قطعیت نداریم. اینجا با قطعیت صحبت میکنم. میگم تریدر به اصول پایبند نباشه قطعاً حسابش رو از دست میده. ضرر نمیکنه ها، حسابش رو از دست میده. تریدر اگر به اصول پایبند باشه، اگر به پلن معاملاتی درست پایبند باشه قطعاً سود میکنه. بی برو برگرده. توی ویدیوی جلسه سوم دارم بهت میگم، تضمین میدم چیزایی که بهت میگم رو مو به مو اجرا بکن. اگر ضرر بکنی هر چند دلار ضررت رو من خواهم داد. من این توی کورسات میگم، اینجا توی ویدیو برای چندین میلیون نفری قرار این ویدیوها رو ببینن. اینجا توی جلسه سوم خواهم گفت. بر اساس اصول و پلنی که دارم برات مشخص میکنم معامله بکن تا مادامی که عمل بکنی بهش سوددهی. روزی که از پلن خارج بشی قطعا حسابت رو از دست میدی. ضرر نمی کنی، حسابت رو از دست میدی. 0 و 1 بازار مطلق، خطی نیست. یا سوددهیم یا ضرردهیم، بینابین نداریم 2%، 3%، 5% تعیین تارگت ماهانه اینو بزنیم. پس جمع بکن روی چه جلسه‌ای هستم. روی نوشتن جلسه اول نوشتن پلن مکتوب معاملاتی هستم. پارامتر مهمی که در پلن داریم تعیین ظرف ذهنی معامله گره.
ظرف ذهنی معامله‌گر یعنی چی؟ میگم آقا قدیمی‌ها میگن به اندازه ظرفیتت کار بکن. به اندازه، حالا خیلی مسئله داریم در این باره، یه چند تایی اومد خیلی قشنگ نبودن، نمیزنم مسئله‌اشو. به اندازه ظرفیتت کار بکن، به اندازه گنجایشت کار بکن. من با ظرفیت تو چی کار دارم؟ من با ظرفیت تو کار دارم در سود و ضرر، بیشتر در ضرر. میگم آقا ظرفیت چقدر در بازار؟ چند دلاره؟ عدد بگو. میگه آقا من $1000 دارم. ظرفیت چقدر برای این $1000؟ یعنی چی ظرفیت چقدره؟ یعنی چند دلار از دست بدی. اینجا بازار از دست دادن هاست، نه به دست آوردن ها. اول اینو باید لیمیتش بکنی، بعدش به دست بیاری. میگم چند دلار از دست بدی، روانت به هم نمیخوره. روانت به هم نمیخوره میدونی یعنی چی؟ یعنی مثلا آه نمیکشی. یعنی بچه‌هایی که حالا اهل دخانیات هستن سیگار لازم نمیشن. تأکید اکید میکنم توی آلایف استایل خواهم گفتا بذارین کنار این چیزا رو. حالا برای بچه‌هایی که حالا هستن، یعنی خم به ابرود نمیاد. میگیری چی میگم؟ میگم تو $1000 چند دلارت بره ناراحت نمیشی، طغیان نمی کنی، پرخاش نمی کنی، لحنت عوض نمیشه با دور و بریات. این عدد رو خودت میدونی، نگهش دار برای خودت. عدد رو من بهت خواهم داد. این عدد برای یک تریدر نرمال متفاوته. برای یک نفر $10، برای یک نفر $20، برای یک نفر $50، برای یک نفر $100، برای یک نفر $500. نکته‌ای که بهت میخوام بگم اینه، شما حق نداری ظرفیت ذهنیت بیشتر از 5% در یک روز معاملاتی باشه. ببین در دل ظرف ذهنی دارم مدیریت سرمایه رو شروع میکنم برات. این 5 از کجا اومده؟ تجربیه. یک تریدر اگر در یک روز به فرض $1000 پول داره، $50 شاید دست بده، ناراحت نمیشه. ممنون. هیچ تریدری بر از دست دادن $50 کسی که $1000 بالانس داره ناراحت نمیشه. و این 5% ماکسیموم حد توان تحمل شما هست برای زیان یک روز معاملات. 5%. حالا حسابت $10,000 باشه میشه 5% 10,000 تا. $1,000,000 باشه 5% عدد 5%. $1,000 چون اکثر دوستان با 1000 تا کار میکنن و همینجوری با 1000 من مثال هام رو میزنم. 5%ش میشه $50. حالا ضرب در یک 50 هم باید بکنین رو 2.5 میلیون به تومنش. تریدرها با این مشکلی ندارن. میگه آقا من نه ظرف ذهنیم نمیتونم $50 در روز رو قبول بکنم. میگم اشکال نداره. 5% ماکسیمومه. میتونی از این بیای پایین. میگه من $50 یعنی 2.5 میلیون نمیتونم تحمل بکنم. میگم بکن 4%. میگی بازم نمیتونم. میگم بگو 3%. بازم نمیکنم. بکن 2%. بازم نمیتونم. بکن 1%. 5% ماکسیمومه. 5% ماکسیموم حد تحمل ذهنی یک تریدره. طبیعتاً در حسابهای کوچیک 5% عددی نیست، اما در حسابهای فرض $10,000 $100,000 $1,000,000 5% عدد بسیار بسیار بالای. توی مدیریت سرمایه خواهم گفت وقتی اکانت بالاتر میره این 5% رو ما میاریمش پایینتر و حتی در اکانت های خیلی بزرگتر قطعا این عدد زیر 1% خواهد بود. البته تریدری که حساب بزرگ هم داره میگردونه به حاضر ذهنی ذهنش
طبیعتا از کسی که داره حساب 1000 تا 2000 تایی میگردونه به پختگی بالاتری رسیده. پس ظرفیت ذهنی تو مشخص بکن. میگه آقا 5%. بر اساس ظرفیت ذهنیت من یک مدیریت سرمایه خیلی ساده در همین جلسه بهت میخوام بهت بدم. خیلی ساده. میگم جمع پوزیشن های بازت در یک روز معاملاتی نمیتوانند بیش از 5% وارد ریسک بشن. یعنی چی؟ در جلسه مدیریت سرمایه مبسوط در موردش صحبت خواهم کرد، محاسباتش و بحثش، و خواستم که در جریان باش. جمع پوزیشن های باز یک روز معاملاتی یعنی تمام پوزیشن هات در یک روز استاپ بشن، حد اکثر پولی که تو از دست میدی 5%، $50 برای 1000. آقا یک ظرفی رو هم داریم برای هفته، یک ظرفی رو داریم برای کل ماه معاملاتی، برای کل فصل معاملاتیمون. اینها رو در بحث مدیریت سرمایه مبسوط در موردش صحبت خواهم کرد. پارامتر بعدیم در پلن مکتوب معاملاتی، پارامتر بعدی بچه‌ها اولویت بندی در بازار هست. ما یک سری اولویت بندی های رو داریم. مطالب بسیار بسیار زیاد هستن در بازار و این خودش باعث سردرگمی تریدر در مارکت میشه. چیزی که باید تریدر حواسش بهش جمع بکنه اینه که بدونه آقا اینجا مثلا فلان سیستم فلان استراتژی میگه بخر، ولی فلان سیستم میگه بفروش، فلان سیستم میگه بفروش. من حرف اینی که میگه بخر رو گوش بدم یا اونی که میگه بفروش رو. این برمیگرده به اولویت‌های معامله‌گر یک تریدر. بچه ما 3 تا اولویت معامله‌گری داریم. تیتروار میگم، جلسات آینده در موردش صحبت خواهم کرد. راحت آموزش بازارهای مالی و فعلا بسم الله شروع نکردیم. ما مطالب بسیار بسیار زیاد هستن و هر مطلبی رو که میگم من اسلاید نخواهم داد، نخواهم گفت، چیزی ندارم، فقط میام میشینم صحبت میکنم، میبرمت پای بازار، تو لایو بازار بهت نشون میدم، فوروارد تست میگیرم و تریدری بهت یاد میدم و سختی هاش رو جلو چشت میارم که بدونی کجا اومدی و اینکه چجوری میتونی ازش احتمالاً سود بکنی. ما 3 تا اولویت اصلی معامله گری داریم. تیتروار رو یادداشت بکنین. اولویت روند یا ترند در مارکت به عنوان اولویت اول. اولویت سطح در مارکت. و سوم اولویت شیب در مارکت. شیب یا قدرت یا پاور، هر 3 تا به یک معنا هستن. پس اولویت روند، اولویت سطوح و اولویت شیب. من با این 3 تا کار دارم و تمام استراتژی های معاملاتی یا از جنس روندی هستن یا از جنس سطح هستن یا از جنس شیب در بازارهای مالی هستن که مبسوط در موردش صحبت خواهیم کرد. برای این جلسه کفایت میکنه. تایم ویدیو رو طولانی نمی کنم. امیدوارم که از مطالب نهایت استفاده رو تونسته باشین که ببرین. موفق و پیروز باشین.